مسلمان کسی است که برادرش نصیحت میکند، میگه برادر تو میموری، جوان هستی، تو پیر هستی، میموری، بیا نماز بخون. به نماز نگر. نماز دکومنت ما در قبر، نماز دکومنت ما در روز محشر، نماز دکومنت ما در در جنت در آمدن، نماز دکومنت ما جمال الله را نظر کردن. کسی نماز نمیخونه دکومنت نداره، خداوند قبولش نمیکنه، جنت راش نمیدن. امروز اگر تو یگان کارخانه بروی، تو میپرسه که دکومنت داری؟ خواندی؟ میگه بله، بیا قبولت میکنم. نداری؟ قبولت نمیکنه، تو دکومنت نداری. اگر تو هم که نماز نخواندی، تو را قبول نمیکنن، نه در قبر قبولت میکنن، نه در محشر قبولت میکنن، نه در دهر جنت قبول میکنن، نه تو جمال الله را میبینی. تو قاضی باشی، خامت باشی، نماز بخوان. فرق میان مسلمان و کافر، نماز خوب از بی نماز قلبش فرانتر است. هر روز خوب یک بار تسبیح میگفت است، میگفت است که الحمدلله الذی امروز بعضی مادری ما نماز یک طرف بیستن، از سحر تا بیگه در کوچه به کوچه رایان میگذرن. از مردا در کوچه ها زنا بسیار هستند. بزرگا گفتیان که بزرگای تاجیکامان گر هست تو را هوای مردی بر سر، بیرون مگذار ایال خود از خانه بدر. شاخه که از سر دیوار برون آرد و سر، از میوه او طمع کند هر ره گذر. عایشه مادرمان از مرده ها شرمی داشت، وقتی درون قبری پیغمبر گرامی اسلام هجرش که داخل بشه زیارت، در سرش حجاب میکرد. حضرت پیغمبر خدا خواب بود، حضرت عمر خواب بود، حضرت ابوبکر خواب بود، حجاب کرده میتر آمد. شاگرداش میگفتن که مادر جان چرا تو پیشتر حجاب نمی کردی؟ امروز حجاب کردیم. میگفت که من از عمر شرم دارم، پیشتر پیغمبر خدا شوهرم بود، دیکام بریده نمی شود، و حضرت ابوبکر پدر جانم بود، لکن عمر برای من خویش تبار نیست، از عمر شرم دارم. شاگرداش میگفتن که آخرین در تک خاک است، میگفت که از روح شرم دارم. امروز مادری تاجیک از زنده ها شرم نمیدارم. مردمی عزیزی از غلام، نماز میخوانید قبل از اینکه بر شما نماز میخوانم. وقتی که شما نماز را ضایع میکنید، ضایع هست بر شما نماز خواندن. نماز میخوانید تا نماز بر شما صحیح میشه. امروز حق این مریض است که برایش نماز میخوانید، چون در قید حیاتش بود، نمازی بود. جوانان، نوجوانان، رشته‌داران محترم، نماز اولین ستون دین است. بنی الاسلام علی خمس: الشهاده و اقام الصلاة و اقام الصلاة. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نماز بخوانید قبل از اینکه بر شما نماز خوانده شود. وقتی که شما نماز نخوانید، اکثریت مردمان خدا را که یاد میکنند؟ خدا نخواسته اگر از خانه ما یا اینکه از خانه شما یگان کس فوت کند، اگر بعد از آن چیکار میکنیم؟ در سرمان در حیات تاقی ماندگی نیستی، تاقی میمونی، جامه رو میپوشی، لاکی بدعتی را گرفته در میانتان میبندید، الله الله گفته یاد میکنی. وقت خداوند میگه که در هر حالت که هست من در یاد تو باشم، در هر حالت که هست رابطه ایمان تو با من مستحکم باشد. توجه را اینجا بکن، کسی میاد میره او را نگاه نکن، اینجا نگاه بکن، کی میخیزد کی میرود او را نگاه نکن، وگرنه هر آنچه که میشنوید خوانده برابر شد، فضل خدا صادر شد. از جایتون هم مخیزید، کلام خداوندی مهمتر است. خداوند جل جلاله همون طوری که ایمان صحابه ها آوردند، همون طور خداوند میخواهد